کتاب لمعة الاعتقاد هادی الى سبیل الرشاد از ابن قدامه مقدسی، شیخ امام و عالم موفق الدین عبدالله ابن احمد ابن قدامه المقدسی رحمه الله تعالی می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله المحمود بكل لسان. حمد و ستایش الله را که با زبانهای گوناگون ستایش می شود. حمد و ستایش الله را که با زبانهای گوناگون سپاس و ستایش می شود. المعبود فی کل زمان، آن پروردگاری که در هر دور و زمان معبود است اطاعت می شود. الذی لا یخلو من علمه مکان، آن پروردگاری که از علمش هیچ مکان خالی نمی ماند. ولا یشغله شأن عن شأن، آن پروردگار که هیچ شأن او را از دیگرش پریشان نمی سازد. جل عن اشباء والانداد، اینکه او سبحانه و تعالی نید، شبیه و مانند ندارد و بالاتر از هر چیز هم و از یاران و فرزندان هم گرفتن بالاتر است. و نفذ حکمه فی جمیع العباد، و آنکه حکم خود را در همه بنده ها اجرا میکند. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مانند او نیست و او سبحانه و تعالی شنوا و بیناست. سوره شورا آیت 11. له الاسماء الحسنى، او سبحانه و تعالی دارای نامهای حسنا، دارای نامهای حسناست. و صفات العلا، و دارای صفاتهای عالی هست. الرحمن علی العرش استوى، رحمان الله متعال، الله مهربان بر عرش استوا دارد. می‌فرماید که الله بر عرش استوا دارد. این آیه کریمه را می‌آورد. این صفت لایق و جلال و عظمت او سبحانه و تعالی است و صفاتهای او سبحانه و تعالی به هیچ مخلوقاتش مانندی ندارد. و بیان این صفات الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 54 ذکر شده است. الله می‌فرماید له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه که میان آنهاست و آنچه که در زیر خاک است. و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفی، و ای رسول اگر سخنی بلند بگویی یا اگر سخن پنهان و پس بگویی، او سخن پنهان و آشکارا میدوند و میشنود. سوره طه آیه 57. احاط بكل شیء علما، و الله سبحانه و تعالی به هر چیز با دانش خود احاطه کرده است. هر چیز را با دانش خود احاطه کرده است. و قهر کل مخلوق عزتا و حکما، و به هر موجود آفریده شده با عزت و حکمش غالب آمده است. و واسع کل شیء رحمتا و علما، و او سبحانه و تعالی هر چیز را با رحمت و با دانش خود فرا گرفته است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، الله هر چی را در پیش روی آنهاست از امر قیامت و هر چی را در پشت سرشان است از امر دنیا میداند. و علم آنان یعنی علم انسان ها او سبحانه و تعالی را در بر نمیگیرد. ولا یحیطون به علما، علم انسان ها الله را در بر نمیگیرد. سوره طه آیه 100. میفرماید ابن قدامه موصوف بما وصف به نفسه فی کتابه العظیم علی لسان نبیه الکریم، او توصیف یعنی وصف شده است به آنچه که خود در کتاب بزرگ خود قرآن وصف کرده است، وصف نموده است و در زبان پیامبر کریمش صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است. اما ابن عثیمین فرماید لمعه، ما گفتیم کتاب لمعة الاعتقاد، لمعه در لغت به معنای گوناگون می آید، معنی گوناگون دارد. به مانند لمعه کمالات بزرگ استفاده می شود، یکی مغز اعتقاد با تاجیک اگر بگیم کمال اعتقاد. معنای لمعه از اعتقاد در این جا است که کمالات اعتقاد صحیح که در عقیده سلف گذشتگان این امت موافقتی می نماید رضی الله عنهم. اما اعتقاد باشد لمعة الاعتقاد، اعتقاد حکم استواری عقلی جازم و قوی است. اگر آن با واقعیت موافقتی نماید، اگر آن با واقعیت موافقت نماید درست است، وگرنه اعتقاد هم میتواند صحیح و غیر صحیح باشد، نادرست هم باشد.